أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبعد، قال الله تعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. عرض شد که با دو عامل و با دو عنصر اصلی و اصل اساسی می شود که به حیات طیبه و زندگی ایدئال دست یافت. یکی ایمان و دیگری عمل صالح. اگر بخواهیم به یک زندگی خوش و شاد و با عزت و توأم با امنیت و عدالت و آسایش و رفاه و عزتمندی، اگر بخوایم به همچی یک حیاتی دست پیدا کنیم، لابد و ناگزیر است که ما به خدا بی ایمان بیاوریم، به اسلام پایبند باشیم، به احکام نورانی اسلام پایبند باشیم، عمل کنیم به دستورات الهی که عمل صالح به وجود می آید تا ما به این زندگی برسیم. در رابطه با انسان مؤمن پیغمبر خدا فرمود: لا يقبل الباطل من صديقه ولا يرد الحق على عدوه. انسان مؤمن، شخصیت ایمانی و مؤمن حق مدار است، بر اساس حق حرکت میکند. حرفش حق، مسیرش حق و اندیشش اندیشه حق. لذا حق را، باطل را حتی از دوستش هم نمیپذیره، باطل را از نزدیکانش نمیپذیره، از رفیقش نمیپذیره، از هیچ کسی بخواد باطل را به او عرضه کنه و او گرفتار باطل شود، باطل را قبول نمیکنه. و از اون طرف حق را، اگرچه این حق نسبت به دشمنش باشد، دشمنش حق به جانب باشد و حرف حق بزنه و سخن حق بگوید و کار حق را انجام بدهد، انسان مؤمن حق را از دشمنش هم رد نمیکنه. این آزادی که خدا به انسان مؤمن داده، در هیچ جا هیچ کسی چنین آزادی را نمیتواند داشته باشد که جز به حق نیندیشه و جز به حق عمل نکنه و باطل را از هر کسی به هر رنگ و شکلی باشد باطل را نپذیره و رد کنه. یک روایت از حضرت علی علیه السلام خیلی جالبه. این روایت در این شرایط وانفسا و فتنه های فعلی که همه جا فتنه به چشم میخورد، این حدیث خیلی کارسازه. این حضرت فرمود: ان الحق لا یعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. حق به شخصیت ها، به رجال، به انسان های بزرگ شناخته نمی شود. ما نمی توانیم به چهره ها حق را بشناسیم. حضرت فرماید: اعرف الحق تعرف اهله. اول حق را بشناس
تا اهل حق را بشناسی. با شناخت حق میتوانی اهل حق را بشناسی. اگر ما این اصلی بسیار زیبا و خوبی معرفتی را اگر واقعا در زندگی خود داشته باشیم، رعایت کنیم، ما گرفتار اشتباهات، گرفتار لغزش ها، گرفتار بعضی مسائلی که ناخواسته یا خواسته است نمیشویم. بنابراین فرمایش حضرت علی علیه السلام بسیار زیباست که انسان مؤمن به دنبال حق، اما او باید هر کسی اگر میخواد حق را مثلا در زندگی خود معیار قرار بدهد، باید حق را بشناسد. از نگاه اسلام خدا حقه، از اسلام حقه، پیغمبران حقه، پیامبر آخر الزمان و خاتم پیغمبران حقه، قیامت حقه، آخرت حقه، اینها حقه، مرگ حقه، زنده شدن دوباره در قیامت حقه، حساب و کتاب عالم آخرت حقه، اینا حقه و قرآن حقه. برنامه های الهی و اسلامی که توسط پیامبر عزیز اسلام مطرح شده برای نجات بشر، برای هدایت بشر، برای عزت بشر، این برنامه ها حقه. لذا ما در ضمن این که واقعا در هر شرایطی دنبال حق هستیم و باید باشیم، به این اصل توجه کنیم که حق را، باطل را دشمنان به نام حق جا نزنند، به تن با حق لباس باطل نپوشانند، به تن باطل لباس حق نپوشانند و باطل را حق جلوه ندهند. چنانچه در طول تاریخ این کار استعمارگرا، کار شیاطین، کار انسانهای ظالم و ستمگر همی بوده که حق را لباس باطل را لباس حق می پوشاندن و باطل را حق جلوه می دادن و مردم به باطل گرایش پیدا می کردن به نام حق. طبیعت انسان ها حق گراست، انسان ها دنبال حق هستند، اما کدام حق؟ حقی که باید با باطل آمیخته نشود و با باطل ممزوج نشود و از باطل رنگ نگیرد. چون این حقی را باید شناخت و از او پیروی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.